دوستان اومدیم گزارش کنیم یه فایت بین بچه سفیدا و بچه سیاها. تیم بچه سفیدا رو تشکیل شده از محمد، کاظم، جعفر، وینیسیوس، نمیدونم امباپه، کاظم، اصغر، کاظم، جواد، کامبیز. ولی تیم سیاها مثل جان ویکن، 3 تا هستن ولی 3 تا هستن. خلاصه میگم من حدسم اینه که 100% تیم سفیدا میبرن، چون خیلی همیشه تعداد چربیده به قدرت. البته حدستو میتونی تو کامنت ها بهم بگی. این بر یه جفتگیری اسلایم هم دیدیم که خیلی عجیب بود، خیلی عجیب شده. ریختن سر 2 تا جان ویکش شده ضرب در 2 ضرب در 3 میزنن من تو صداتون بشه بسه. همین لحظه یه نفر مونده. دیدین گفتم اون رفته اونجا داره میچره. خیلی از سفیدا هم دارن میچرن. چرا؟ چون فقط دختر آوردن که از دور ببینن انگیزه بگیرن. همین لحظه یه دونه از سیاها مونده. امشو پرستاریم که شاید به فریدون نرسیم. دوستان دیدین گفتم سفیدا میبرن، همیشه تعداد مهم بوده. ولی اینا چرا اینا میبرن؟ نبر من نمیخوام اشتباه بگم. خاک تو سر سفیدا.